بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی منظور شماست. این برنامه که در همکاری با استانسی‌های تلویزیون‌های مستقل تاجیکستان تهیه می‌شود و مواضع آنها در برنامه جای داده می‌شود. امروز ما در مورد استعمال غذای سالم در شرایط پاندمی صحبت می‌کنیم. امروز ما همراه متخصصان این ساحه به آینده این موضوع یک نظر خواهیم انداخت. برای اون که مسئولیت آدم قوی باشد کدام غذا موافق است؟ امروز مردم چی میخورند؟ کدام محصولات غذایی برای بلند برداشتن مسئولیت بدن حتمی و فایده بخش است؟ در برابر استعمال غذای سالم چی باید کرد که فربه نشویم؟ متخصصان چی میگویند؟ دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم در ناحیه باباجان غفورов، دکتر عصبشناس درجه عالی کریمجان زاکیرов و دلوار دامولوجانова دکتر اندوکرینولوگ مدیر شعبه دوم مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی ولایت سوق این موضوع را کارشناسی میکنند. پاندمی کووید 19 نشان داد که یکی از راه‌های برقرار کردن سلامتی این پیش از همه استعمال غذای سالم باشد. امروز ما چی میخوریم؟ در حالی که نرخ محصولات ضروری روزگار در بازار ماه از ماه بالا رفته ایستاده است. مردم تا کجا به خریداری آن امکاناتی مالیوی دارند. گوشت مثل روغن غذای اولیه به شمار می رود. چون گوشت قیمت شد، متخصصان ساحه نگهداشت سلامتی توصیه می دهند که مردم از محصولات پولیزی و لوبیایی استفاده کنند، زیرا در ترکیب آن سفیده ها زیاد بوده برای بلند برداشتن مسئولیت بدن سبب می گردد. در آغاز برنامه ما می‌خواهیم نظری ساکنان مرکزی ولایت را وابسته به آن که امروز در روی خط غذای خودشان پیش از همه کدام میوه‌جات یا کدام غذا را در اولویت خودشان قرار دادن پرسان شدیم که امروز آنها چی می‌خورند. اینک پرسی افکاری برنامه را همراه تماشا می‌کنیم. همه ویتامین هایی که سبزیجات ها، میوه ها از همه استفاده می‌بریم که برای سلامتی شود. من و دوستان ها تلویزیون به میتیان اما هر شب دکترها درباره من آخرین کسالای عصر 20 و 21 قبض سستیان هم به نگاه کارداری میکنیم. مثلا ترمه و میخواه یا گوشت میخورد بوجه میوه چیوه همین خیل من بخواد میخورم، گوشت گوسفند میخورم، خدا اگر خواهد نوالت جوشونده میخورم، من خیلی شای بخواد میخورم. هر کده ویتامین داشت بسیار بده خدا نکن بده کشتی بسیارتر آش پلاو منتو و برای که اینا آزمان نگاه دارد و روغنات و ویتامین خوراکی سو خوردن نکار بی روغن خوردن نکار منشور با من این خوراکی سویقی سبزوات باشد، سبزوات دار باشد اگر نقص روغنینش زیان میکند. روغن نکن قوتای گوشتنده کمک روغن های همون خورد آدم کفایگی میکند. بیننده‌های ارجمند، کارشناس اولین برنامه ما کریمجان زاکیرov، دیرکتور مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم در ناحیه باباجان غفورov، دکتر عصبشناس درجه عالی، اعلاچی نگهداری تندرستی اتحاد شوروی و اعلاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان، شما را با برنامه خوش آمدید میگم. آیا لوبیایی ها عوض کننده گوشت شده میتواند؟ خیلی این مسئله هر کدام محصولاتی که مثال بیان طبیعتاً هست این یک درجه عوض میکند مثال چون که من مثال غذای سالم این چیه؟ غذای سالم این از جهت اکولوژی از جهت گیگینی تازه بوده در ترکیب آن ویتامین ها میکرو المنت ها و مینرال ها اگر وجود دارد اگر این غذای سالم حساب می شود. غذای سالم سه وظیفه را اجرا میکند. این وظیفه افزایش کننده، قوت دهنده و محافظت از بیماری ها یعنی ایمونیتت بلند میبرداشتگی ها. من در دوره پاندمی کووید 19 یعنی بیماری کرونا ویروس که دنیا را بر زرز آورد حاضر مثال این بیماری کم شده باشدم لیکن خطر پیدایش این بیماری های برای همین ما غذای سالم را استعمال کردن ما در کار همین مواد هایی که مثال ایمونیتت بلند میبرداشت همینای ما استفاده بردن ما در کار و گیگینه شخصی و رعایت کردن ما در کار. تشکر. یک چیزی دیگر ما از شما پرسیدنی من همین مردم امروز چی میخورند؟ شما طبیب هستید با مردم کار میکنید. مردم امروز چی میخورند و آن
بهای شما با آن غذایی که مردم خورده شدن چگونه است؟ غذای خوب میخورند یا گویی نگران کننده؟ خیلی مسئله ما تحلیل کرده برآمدیم پرسش هم گذرانیدیم معرفتنامه طب اهالی اگر یک 10 سال پیش 15 سال پیش مثال 40% 45% 50% باشد اگر از معرفتنامه طب اهالی من این خیلی که ما دکان های سلامتی گذراندیم صحبت های انفرادی گذراندیم من برنامه های تلویزیون و رادیوها و برآمد کردیم اینا همش مثال معرفتنامه طب اهالی را بلند برداشت که این 84 از 5 و 90% به قریب رسیده رفت که اوجه آدما فهمیده موندن که چی استعمال کنند من مثال حاضر طبیعت مثال تاجیکستان میوه ها و بوی همه میوه ها مثال همون مینرال ها های میکرو الیمنت ها های همین ویتامین ها های که برای سالمی انسان چیز میکند خیلی که شما گفتید لوبیان سفیده ها بسیار است همین سفیده های ما استفاده بردن ما در کار برای قوت دهنده این برای ارگانیسم افزایش یافتن یا که مثال برای ایمونیته بلند کردن ما میوه و سبزیجات ها در کار که مثال در آن ویتامین بی گروه بی ویتامین ی سی هایی که این همش مثال ایمونیته فعالیت غدودهایی که با ایمونیته وابستگی دارد همینای بلند می‌بردارد ما همینای استعمال کردن ما در کار خب ما میتونیم مثلا محصولات عوض کننده همون گوییم باشد چی استعمال کنم برنامه هم برای همین برآمد که مثال همین 10 سال 15 سال پیش مثال اگر آدما گوشت بسیارتر استعمال کرده باشد یا که روغن های بسیارتر استعمال کرده باشد اگر یا که مثال من محصولات های آرد بسیارتر وای کرده باشد حاضر مثال اینا همش نرخش برداشته شد این یک تاجیکستان نه خیلی دیگر جهانی هم برداشته شد این وابستگی دارد خودش سببش کردی مثال همون به همینای ما حاضر مثال بسیار آدما همینای عوض کردن مثال من اکسپرت ها توصیه می‌کرد که من این پیرامیده یک پیرامیده خوراکخوری اگر سالم باشد اگر آدم همین پیرامیده و رعایت کردنشان در کار این اکسپرت دیتولوگ ها مثال تصدیق کردن من یکم مثال درجه اول بگیم اول نان، گرونج، محصولات های آردی، مکرون 11 پارچه توصیه کرده می شود که یک پارچه یک برده نان، نیم پیاله گرونج و غیره ها. دویم در یک روز در یک روز. دویم میوه سبزیجات ها 2-5 پارچه توصیه کرده می شود، یک پارچه دوتا سیب، بیهی، پمیدار و غیره ها. سیم محصولات های شیری 2-3 پارچه توصیه کرده می شود یک روز به یک پارچه این یک پیاله شیر 45 گرم همین مواد های شیری تورق یا که سیر و غیره ها. چهارم این محصولات های گوشتی 2-3 پارچه توصیه کرده می شود که یک پارچه این 60-90 گرم گوشت محصولات های گوشتی یک ماه ما یک روز به همین های مثال استعمال کردن ما در این دیتولوگ ها مثال تجربه کرده استاده دیده استاده همین توصیه کرده دادن اکن آدمایی که مثال کم حرکت هستن مثال یا که پیران سال هستن اینا کم حرکت باشن اگر مثال اینا بسیارتر همین غذاهای مثال میوه سبزیجات کبوتی های بسیارتر استعمال کردنشان در کار ثانی محصولات های مثال شیری بسیارتر استعمال کردنشان در کار که این هضم شود من پیش آدما بسیار میخواد اوقاتی برامده کار میکردن حاضر چی اوقات میخوریم و رفته خواب میریم بعد 2 ساعت تلویزیون تماشا میکنید خوابتون میاد و هضم نمیشد برای همین اینا ما خلق به فهماندن ما در کار و اینا ما فهمانده ایستادیم طرز حیات سالم طرز حیات سالم مثال این مسئله فهمانده ایستاده است ثانی مادران به توصیه میدادم که مثال تا 2 ساله بچه فقط شیر مادر کدی تامین کردن در کار 6 ماه سر کدی ایستاده و با پیوره مثال افشوره های میوگی مثال توصیه کرده می شود اینم فقط همون توصیه دکتری طبی عائلوی که مصلحت کردن در کار غذای ناسالم میگن غذای ناسالم این غذاهای فرسوده مثال من یا بعضی وقت در عکسی ها فروخته می شود مثال مهلتش گذشتگی و یا نادرست استفاده میبرد از من اگر بازارها و روید اگر مثال یخل بازار به میبینید یا فروشگاه ها میبینید که مثال آبهای رنگی هر خیلی سرگزناک مثال اینا همش مثال آفتاب میستد زمستان به بیرون میستد یخ میکند اینا با آب میشد بچه ها میخورد درون رو میشد برای همین این سرتیفیکاتش تیارش دیدن در کار هر یک کس خرید کس هستگنده یا که من پیراشکی چوبرک میکند
qoidash به یک مثال همین پیراشک چوبره که کدام بعد روغن علیش کدن در کار این روغن مثال ما چه میکنیم روغن مثال 10 بار 20 بار 30 بار دور سرس کار میفرماده سانی چوبره میکند سانی پرشک میکند پگه آدمو مثال با خود ایستاده درد اشکم و زرد جوشی همه خلق قوم میشد اینا مثال همون نظارت میبردگی آدمو چیز کردنشون در کار درباره معیار غذای سالم یک گفته پروفسور خالجرایف من گفته که بدن و یا شاگردی بابا جان غفورов هندوستان برفتیان اونجا برفته کم ناتاب شدیان و یا 7 دانه دار آوردیان سانی این تو کشاده بینن قاق بود است وای قاقی زردالو خودم سانی دکتر جغز دینه گفتیان که استاد دکتر گفتیان این من لینگاش کدیم بخورم تاجیکستان بیو این تیزه گون همه چیز معیارش به دارو اگر معیارش ما زیاد وای کنیم اگر این زهر به تبدیل دادنش ممکن برای همین این مسئله بسیار ما کاربری کردن ما در کار چخیلی که من پیرامید یا حاضر من گفتم همین با اگر ما رعایت کنیم اگر خلق ما سالم و خوشبختانه زندگی به سر میبرند. استاد تشکر برای اشتراکتان. اینا نهایی ارجمند در منبری کارشناسی امروز حضور داشتن کریم جان زاکیروف دیرکتر مرکزی تشکل طرز حیات سالم در ناحیه بابا جان غفورов اشتراک داشتن برای اشتراکتون به شما تشکر می‌کنم. سلامت باشید. برنامه را ادامه می‌دهیم. غذای سالم برای نگاه داشت تن سالم بسیار مهم است. اما همه به قول به کورپاش نگاه کرده پادراز می‌کنند. آنهایی که توان دارند بهترین غذا را از فروشگاه‌های گران ارزش برای خودشان خریداری میکنند آنهایی که چنین امکانیت دارند کوشش میکنند که آن را با محصولات طبیعت پر نمایند مخصوصا که در تاجیکستان امسال حاصل تیر ماهی بسیار خوب بود و رسته های فروشگاه های مملکت و همچنین بازارها با محصولات تیر ماهی پر گشته بودند همکاری ما از تلویزیون تنین سینا غفوری این موضوع گزارش تهیه کرده است همراه تماشا میکنیم با خروج و همگیر شدن بیماری کرونا ساکنان به غذای سالم بیشتر روی آوردند. ساکن شهر خوجند منظوره آچیلو پس از خروج بیماری کرونا و گرفتن معلومات از متخصصان ساحه تندرستی توسط وسایل اخبار عامه پیوسته تر میوه و سبزیجات خریداری و استعمال می‌نماید. او میگوید استعمال غذای سالم نیروی دفاعی بدن را افزون می‌گرداند. متخصصان طبیبان توصیه می‌دهند که برای ایمونیتت بلند کردن البته تر میوه ضرور است. گفتن جایز است که نبیره ها بسیار میوه ها رو دوست می‌دارند. ما میوه های انگور، سیب، بانان گرفته برای پیشگیری کرونا ویروس ما البته این میوه ها رو با عائله دسترس میکنیم. من نرخ و نوای بازار و مغازه نه چندان فرق میکنه. برای همین ما بسیارتر عائله از مغازه ها خریداری میکنیم. متخصصان ساحه تندرستی ابراز می‌دارند که سبب اساسی گرفتار شدن به بیماری‌های سرایتی این سست بودن نیروی دفاعی ارگانیسم یا خود ایمونیتت میباشد. طبیبان قید می‌کنند که ایمونیتت انسان قبل از همه به تمایلات ارثی و طرز زندگی وابستگی دارد. آنها میگویند برای قوی گردیدن ارگانیسم و بلند برداشتن مسئولیت غذاهای سرمحصول و دارای ویتامین‌های زیاد را باید استعمال کرد. برای اون که امروز به این بیماری گرفتار نشویم باید مسئولیت بدن ما بلند باشد. برای اون که مسئولیت بدن بلند شود باید امروز ما از غذاهای سالم استعمال کنیم. یعنی این البته ترمیوهای تر و تازه، سبزیجات ها، هر یک نفر باید در یک روز نه کم از 400 گرم سبزیجات را استعمال کند. و خیلی که میدونتون امروز لیمون بسیار در بازارها نرخش گران نمی باشد که در ترکیب وی ویتامین ای است که برای گرفتار نشدن به همین بیماری به بیماری های هم کرونا ویروس هم بیماری های زکام یعنی به بیماری های موسمی باید زیادتر لیمون استعمال کنیم، سیب استعمال کنیم. بسیاری ها میگویند که از اون سبب که امروز مثلا گرمه گوشت در بازارها قیمت می باشد میگویند که گوشت نرخ گران دارد. سفیده که در ترکیب گوشت است در ترکیب موش هم می باشد. ما می توانیم امروز بسیارتر از موش استفاده کنیم که انا همون سفیده یعنی سفیده که در گوشت است همون رو جای همون رو گرفته می تواند. چون غذای سالم را کفالت سلامتی می‌حسابند می‌باید پیش از همه به استعمال آن اهمیت مخصوص ظاهر نمود. در شرایط دهات عادتاً ساکنان برای قوی نمودن ایمونیتت از رستنی و گیاه‌ها استعمال می‌نمایند تا ارگانیسم آنها قوی گردیده به هر گونه عارضه‌ها
مبارزه برد. برای خریداری و استعمال محصولات سرغذا و دارای ویتامین‌های بای در شرایط پاندمی تا کجا ساکنان امکان دارند؟ امسال خصوصا میوه ها بسیار کم شد که این آورده رساند به ناآمدی کاری دهقانا شد. قیمت دی بچم چرا قیمت؟ مثال همه من سبزیجات من گوشت آخه همین فقط محصولات خوراکی هم قیمت گوشت‌ها مایلش میگذرد خوراکی بسیار قیمت نرخ و نفع البته حاضر برای ترمیوه ها مشکلی نمیکشیم ما چون که من سیبم اینقدر قیمت نیست 3 کیلوش 10 سومون گفتوسیان اینم برای هر یک اویله دشواری نمیبخشد. من انار بسیار هم ایمونیتی بلند دارد. انار اگر ما استعمال کنیم اینم جدا فایده بلند میبخشد. 5 سومون هیچ گپ نه 5 سومون 6 سومون مثلا گوشت من 80 سومون 82 سومون یا 70 سومون این دشواری میکشیم. خیلی البته گوشت هم خوردن در کارو لیکن اگر ما ترمیوه بسیارتر استعمال بریم این به ما جدا فایده میبخشه لیکن گوشت رو هم خورده استادن در کار. واسطه دیگری بلند برداشتن ایمونیتت حمام و ساونا میباشد میگویند متخصصان. گشت و گذار در هوای کشاد را طبیبان از واسطه های دیگری سودمندترین تقویت دادن ایمونیتت اعتراف نمودند. تربیت جسمانی بدن نیست این یکی از راه‌های پیشگیری میباشد که مسئولیت بدن را بلند میبردارد. البته استفاده بردن از روزهای آفتابی برای پرقوت نمودن ارگانیسم انسان ویتامین دی نیز و یکی از راه‌های اساسی میباشد که این را ما از روزهای آفتابی بسیارتر گشت و گذار نموده باید که استفاده بریم. بغیر از این محصولات شیری، جرغات، شیر این چیزها نیز برای ارگانیسم بسیار برای ما این چیزها دسترس میباشند. نرخ آنها گران نمی باشد. استفاده بردن بسیارتر از جرغات محصولات جرغاتی نیست برای ارگانیسم انسان محصولات شیری جرغاتی بسیار منفعت بخش می باشد. و باز گشتی برگشته و این هم چیزها رو گفتنی هم که باید که ما سر اول ایم گیریم. ایم گیری این اون مقدار معینی ویروسی که به ارگانیسم تاثیر نرسانده ارگانیسم انسان رو ضد ویروس تیار میکند این ایم میباشد. ایم دارو این راه اساسی پیشگیری این سرایت است و رعایت قاعده بهداشت که من در بالا قید نمودم. طبیبان و متخصصان صحت توصیه میدهند که تا از بین رفتن بیماری کرونا ویروس همگان را میباید بهر محافظت خود از قاعده های عمومی که ضروری است رعایت نمایند. بیننده های ارجمند با برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و در منبر کارشناسی امروز کارشناسی دیگر حضور دارند. دلاور دامولو جان و دکتر اندوکرینولوگ مدیر شعبه دیومی مرکز کلینیکی اندوکرینولوژی ولایت سوق به نام جهان نبیف. معلم خوش آمدید میگم. سلام. راستی نام ادارتان بسیار تلفظش دشوار اما شما کاری بزرگ را انجام میدهید. معلم امروز ما در مورد غذای سالم صحبت داریم و من میخواستم نظر شما رو اصلا غذا باید تن رو قوت دهد یا فربه کند چیکار میکند؟ اصلا در موردی که غذا باید به تن چگونه تاثیر داشته باشه برام. غذا اصلا برای انسان برای قوت یعنی که انرژی برای اون که ارگانیسم انسان کار و فعالیت کند غذا لازم است. یعنی غذا به ارگانیسم آدم کیلوکالری انرژی کالری ها میدهد و برای کار و فعالیتش لازم است و برای اصلا کودکان نورسان برای افزایش و برای ایمنیت را مستحکم داشتن غذا البته ضرور می باشد. تشکر. معلم در انتخاب غذا ما تا کدام اندازه انمی پهلوهای همین مسئله را رعایت میکنیم؟ البته انتخاب غذا باید با پرگی در آنجا در هر یک غذای سالم باید سفیده ها، چرب ها، کربوهیدرات ها و مینرال ویتامین ها داشته باشد. در عین حال حاضر وقتی که انسان غذای سالم را انتخاب میکند برنامه قبول شده است که برنامه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2024 برنامه پیشگیری فربهی وزن زیاد و غذای سالم. یعنی که در اینجا گفته شده است که مقصد ما
چی خیال کنیم که وزن زیاد نشود، وزن در معیار استاد و باید همین خیل غذا قبول کنیم که صفت حیات ما کاهش نیابد، بهتر شود. در غذا باید تا 50% روغن حیوانات و تا 10% کربوهیدرات ها و تا 30-40% سفیده ها و مینرال و ویتامین ها باید باشد. معلم تشکر. یک مسئله شما اینجا ذکر کردید که سوال نوبتی من بود در مورد مثلا فربهی. من همین عامل فربهی امروز واقعا از نگاه شما تشخیص آور گفتن ممکن است؟ البته فربهی این بیماری است. بیماری است که با صفت زندگی انسان رو بد میکنند. یعنی که وقتی که وزن زیاد میشود علاقه وزن زیاد به یک تا دل انسان وزبینی میکند یا که به پایها به رگ‌های خونگردی به بغم‌ها وزن زیاد رو برداشته گشتن خیلی مشکل میباشد و انسان بیمداری، عرق زیاد، درد سر، درد بغم‌ها، نفس تنگی، هنگام روگردی یا دلزنی اساسا همین چیزها رو حس میکنند و وقتی که وزن زیاد میشود به هر خیل بیماری ها گرفتار شدن ممکن است. مثلا از حساب فربهی به بیماری دیابت قند، به بیماری سکته معده سر، سکته دل یا سیستم دل رکو یا که اتروسکلروز گرفتار شدن ممکن است یا که هنگام وزن زیاد داشتن به انسان بیماری های سنگی گرده یا که تلخ دهان همراه شدنش ممکن است. در عصر 21 علاقه در تمام جهان زیاد وزنی و فربهی مشاهده شده ایستاده است. در تاجیکستان باشد قریب 11% اهالی به گرفتاری بیماری فربهی می باشد یا که وزن زیادی. در جهان باشد از 250 دولت های دنیا تاجیکستان از طرف فربهی جای 147 جا را اشغال می کند و در حاضر وقت قریب در تاجیکستان 75-80 هزار اهالی این از روی مراجعت فقط مراجعت کردگان گرفتاری بیماری فربهی می باشند و در ولایت سوق قریب 8000 از روی مراجعت. نظر می شد که اهالی اگر بسیارتر به طبیبان مراجعت کنند و اخبار عمر را استفاده برند و با وزن زیاد خود مبارزه برند بهتر می شد. تشکر. سوال دیگر، امروز مردم واقعا در استعمال غذا درست رفتار میکنند یا کمبودی زیاد دارند که مثلا غذا را نادرست انتخاب میکنند؟ فرض کردیم در آغاز گفتم در مورد فست فود، غذاهایی که تیز تیار میشود امروز در کوچکی ما وقت ما بسیار قیمت است، ما وقتی تنگ داریم، ما فرصتی به حضور نشسته خوردن را نداریم، یا غذایی باشد که زود خوریم خیزیم و رویم. ما امروز در مورد غذای سالم گپ میزنیم. غذای سالم همیشه که نرخش وابسته به ارزشش. فرض کردیم من در آغاز درباره نرخ گوشت گفتم. امروز همون انتخاب ما با شعورانه است. درست است که ما کدام گویم غذا رو از روی سالمیش انتخاب میکنیم یا چیزی که پیش آمد خوش آمد میخوریم؟ البته ما باید غذای سالم رو انتخاب کنیم. برای اون که غذا رو همین خیلی قبول کردن لازم است که غذا همچون داروواری باشد. یعنی که مثل میوه و سبزیجات ها میکرو الیمنت های دارند که ویتامین های گروه B, S, A, E, یود، آهن. مثلا یود برای پیشگیری بیماری جوغر استفاده برده می شود. یعنی که یا که آهن، اون میوه سبزیجات هایی که هستند برای پیشگیری بیماری کمخونی. در کدام مثال خوراک ها بسیارتر همین یود، میکرو الیمنت ها، سفیده ها یا روغن، چربی ها هست. ما باید بسیارتر میوه سبزیجات رو استفاده بریم و البته برای ارگانیسم سفیده ها لازم است. سفیده ها در ترکیب گوشت، تخم، موادهای شیری، لوبیا ها موجود است. چطور باید کرد؟ مثال اگر در خانه کدبانو ها امروز گوشت ندارند یا که گوشت قیمت است، مثلا اون رو عوض کرده می شود با تخم سفیده دارد یا که امروز تخم نیست ممکن عوض کردن با لوبیا ها مثلا. هر روز گوشت خوردن ضرور نیست، لیکن گوشت، تخم، موادهای شیری یا که خوراک های لوبیایی ها یادگار رو سفیده خود رو عوض کرده می توانند. برای همین مثلا اون میوه سبزیجاتی که فایده آور می باشد، مثلا سیرپیاز، چسناک یا که من کبودی ها، البته میوه سبزیجات، سبزی بسیارتر، لبلبو، این چیزا البته
ба организм фоидаи калон дорад ва он равғанҳои фоидабахштар албатта равғанҳои растанӣ мебошанд. Равғани пахта, зақир, офтобпараст, инҳо нисбат ба равғани ҳайвон равғанҳои бадҳазмшаванда надоранд. Албатта бояд аҳолӣ инро интихоб кунад. ҳангоми қабули карбогидратҳо бошад, пеш агар даврои пештаро қадимро гирем, очу бобоҳои мо бисёртар шакар дар хонаҳои сарватмандон буд. ҳозир шакар ба ҳама дастрас аст ва ин ҳамин хел глюкозае ки тез қанди хунро баланд мекунад, ба ғадуди зери меъда тез таъсир мекунад ва вазнинӣ мекунад. вақте ки мо шакар, мураббо, асал, қандро истифода мебарем дар меъёри зиёд, ғадуди зери меъда аз меъёр зиёд кор мекунад. 1 сол, 2 сол, 3 сол, 4 сол кор мекунад ва дар охир монда мешавад ки бета-ҳуҷайраҳои онҳо ки инсулинро ихроҷ мекунанд, инсулин кам мешавад ва дар навбати худ ин инсонро ба бемории гирифтори диабети қанд оварда мерасонад. ва мо бояд карбогидратҳоро аз сабзавоту меваҷотҳо интихоб кунем. барои чӣ? Сабзавоту меваҷотҳо нахҳои ғизоӣ доранд. Яъне ки нахҳои ғизоӣ, мисол агар 1 стакан қандчойро мо гирем, агар тез қандро баланд мекунад дар одами бемор. ва агар мо мисол глюкозаро бо себ истифода барем, ёки бо лаблабу, ёки бо анор, мисол зардолу ё шафтолу истифода барем, дар он нахҳои ғизоӣ, яъне клетчатка доранд ки оҳиста ба хун ҷабида гирифта мешавад ва оҳиста қанди хунро ба инсон энергия медиҳад. бе карбогидрат, бе сафеда, бе чарбу, бе микроэлементҳо организм фаъолият бурда наметавонад. қанд ҳам лозим, равған ҳам лозим, сафеда, микроэлементҳо лозим. лекин мо бояд бошӯрона маводҳои ғизоиро интихоб кунем ва истеъмол кунем. яъне ки он ғизоҳое ки табиӣ мебошанд бисёртар фоидаовар мебошанд. Он ғизоҳое ки масалан ба ҷои гӯштзирбон ё ҷазадунбул, мисол мо метавонем хӯрокро дампаз пазем, обпаз, дампаз, буғпаз истифода барем ки барои меъдаи мо зиён намерасонад. ташаккур муаллима барои иштирок. дар дигар шаҳру навоҳии вилоят вазъи муносибати одамон ба меъёри истеъмол ва номгӯи ғизоҳои қувватбахш чӣ гуна аст? дар деҳот мо хуб медонем ки мардум чорвои хурду калони шохдор дорад ва шири гову гӯшту равғани гӯсфанд садсолаҳост ки рӯи дастурхони мардум аст. аз шири гов ҷурғоту маска мегиранд, боғҳо ҳосили фаровон медиҳанд, бештар меҳнати ҷисмонӣ мекунанд. аз ин рӯ аз саломатӣ камтар низ шикоят мекунанд. ҳамкорони мо аз телевизиони Симои Панҷакин дар ин бора як гузориши таҳия карданд. ҳамроҳ тамошо мекунем. шаҳру деҳоти Панҷакин дар минтақаи кӯҳистони водии зарафшони вилояти Суғд ҷойгир буда обу ҳаво, маҳсулоти кишоварзию чорводорӣ, паррандапарварӣ нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар бартарӣ дорад. ҳавои тоза, ғизои солими табиӣ ҷисми инсонро аз бемориҳои гузаранда хоса коронавирус имин нигоҳ медорад. дар деҳаи шумо мардум чӣ мехӯранд? ҳамон чизе ки худошон истеҳсол мекунанд табиӣ, аз хоҷагии деҳқонии худошон, аз молу ҳоле ки худошон парвариш мекунанд, аз ҳамонҳо истеъмол мекунанд. ҳамин ба саломатӣ фоида дорад? албатта ба саломатӣ фоида дорад. аз замоне ки амин COVID-19 дар назар расид, дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, то имрӯз то ҷое ман медонам дар деҳаи мо ягон нафар ба ин беморӣ гирифтор нашудааст. сабаб чист? сабаб ман фикр мекунам чун аҳолии деҳот аксар вақт аз ҳамун маҳсулотҳои истеҳсоли хеш истифода мебаранд, аз сабзавоту меваҳои тару тоза истеъмол мекунанд. баъд ҳавои деҳа ҳавои тоза аст, сабаби асосӣ шояд ҳамин бошад. дар бозори марказии шаҳри Панҷакин фурӯшгоҳҳо, нуқтаҳои савдо анвои гуногуни маҳсулоти ширию гӯштӣ, меваҷоту сабзавот фаровон аст. фурӯшанда Истамои Раҳимова ба мо изҳор дошт ки муштариёни равғани зард, ҷурғоту чаккаҳои дастӣ омодагардида рӯз то рӯз бештар мешаванд. соли 5 аст ки дар ин бозор кор мекунам. ин равғани зард бо сатилҳои калон дар андар, ин ғизоҳои беҳтарин, ғизои баландтарин
برای آن غذای بلندتر دارد که وای گاوا در صحرا و گل و گیاهای مثال گپ تبابتی خورده این شیر و جرغات این روغن زرد استحصال میکنن. فکر منم همه خیر که غذا بهترین باشد، سلامتی از همون غذا بوی باشد، امونیتت بلند باشد، به فکرم که از همون کسلی ها نقض میگذرد. با وجود تدبیرهای اندیشیده شده هستند شهروندان الوهیده‌ای که محض از غذای طبیعی و سالم دست کشیده برای خود و فرزندانشان اساساً محصولات شکوفه‌ناک کشورهای خارجی را خریداری میکنند. دوام 9 ماهی سال روان از طرف مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد شهر پنجکین در مجموع 87 نامگوی مواد خوراکه برای ضررناک بودن به سلامتی انسانها از تجارت بازداشته شد. بچه‌های ما بخشه از همون مگزینی روغن است نمیخورن، تا همه خیلی داغ کرده نباشد نمیخورن. بابا نمودی کرده کارای بیگانت همه روغن گرفته نانی گرم کرده چنگاله کرده بعد استعمال میکنن. در دهه ما اساساً که مردم خود دهقان هستند، کشاورز هستند و پرنده پروری هم میکنن، تخم استحصال خود را استفاده میبرند. روغن زرد را باشد، چون قریب اگر گویم همه اهالی قشلاق چاروا دارد خطا نمیکنیم و روغن زرد هم استحصال خودی آنها است که وقتی که شیر را ماشین میکنند بعد و قیماق را از آن استحصال میکنند و قیماق را پخته از آن روغن زرد استحصال میکنند که و از روغن زردی که در بازارها در کوچه ها میفروشند تماما فرق دارد. ویتامین هایی که در ترکیب این غذای سالم است، میوه و سبزیجات خودمون، اینا همش برای بلند برداشتن مقاومت انسان به هر گونه ویروس ها. با اندیشه طبیبی شناخته محمد جان سفروف، غذای سالم انسان را نه تنها از بیماری های فشار بلندی، قند، معده و روده و حتی از بیماری خطرناک کرونا ویروس نیز ایمن نگاه می‌دارد. خانه همه ما میوه خوش کرده شده، میوه های تر و تازه که استحصال خودی مثلا باغ خودمان شهر و دهات خودمان است، اساساً غذای سالم همون غذا است. با جای آنه که غذای ساخته خارجه ترکیب خدا میداند چی است، مثلا چون میکنن حاضر یک خوراک همین لپشی تیزپزک با نام‌های گوناگون معمول است، مثلا مردم وای استعمال میکنن آبای صنعی که خوراک سالم نیست. میوه‌های و سبزیجات ما از همین جا میبرن شهر کلام میبرن. یکمش دویمش که کسی که من گفتم کسی که در خودش با دست خودش پرورش میکنه میوه و سبزیجات در خودش میدوند. چارواهی که همون شیر و جرغاتی که شما میگوید میتین و یا چی استعمال میکنه، چیزی که حیوان استعمال کرد و در شیرش در گوشتش در اونها میگذارد. خوراک سنی نمیخورد. نه خوراک سنی نمیخورد. بعد کوههای ما ببینید چقدر رستنی‌های شفابخش دارد. هم رستنی‌های شفابخش حتمی در با شیر و گوشت و جرغات و دهمنا هست. البته اگر شهروندان با ماهیت و ترکیب غذای سالم بیشتر و جدی مناسبت نمایند، آنگاه ما میتوانیم در روند کاهش دادن بیماری های سرایتی مخصوصاً بیماری کرونا ویروس با موفقیت های کلان نائل کردیم. گزارش عباس احمدرساده، نیک محمد امیرجانов از تلویزیون سیمای شهری پنجکین. بیننده‌های ارجمند، در دنیا قیمت‌ترین نعمت برای انسان این سلامتی است. ما قدر آن را مخصوصا در زمان پاندمی کووید 19 بیشتر درک نمودیم. ویروس کووید 19 به زندگی ما وارد شد و مثل دیگر بیماری‌های زکام اکنون ما را دیگر ترک نمی‌کند. فقط چاره‌های پیشگیری از آن ما را می‌تواند سالم و بردم نگاه دارد. غذای سالم استعمال کردن در این فاصله بسیار شرط مهم است. گاه ما یک قسمی خراجات خود را از حساب غذایمان تنگ میکنیم. میگوییم که نخوریم هم میشود، اما همه کار در وقتش خوب و منفعت بخش میباشد. همیشه برای نگاه داشت سلامتیتان کوشش نمایید. اگر بیمار شدید حتما به دکتر مراجعت کنید. باقی به قول حافظی بزرگوار، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر، خانه‌تان آباد باشد.
саводнокии молиявӣ чист ва барои чӣ лозим? Оё одамон даромаду хароҷоти худро ҳисоб мекунанд? маърифати молиявиро аз кадом синну сол бояд омӯхт? Оилаҳо бюджети худро доранд ва ё танзим карда метавонанд? ин ва дигар масъалаҳо вобаста ба саводи молиявӣ дар барномаи ояндаи набзи зиндагӣ матраҳ мешавад.